درود بینندگان عزیز، صبح و خیر. برنامه نویدی بامدادی رادیوی آزادی است که از شهر پراگ تقدیم شما می شود. من عبدالله اشرف هستم، همراه شما. امروز جمعه 19 اپریل است. ساعت به وقت شهر پراگ 7 صبح و به وقت دوشنبه 10 است. نخست از وضع باد و هوا در تاجیکستان برایتان میگوییم. بنابر اطلاع اداره باد و هواسنجی هوای شهر دوشنبه دوام روز 25 درجه گرم می شود. حرارت هوا روزانه در ولایت‌های سوخت و ختلان 25 و 29 درجه گرمی خواهند داشت. حرارت در شهر خاروق مرکزی ولایت مختار بدخشان 15 درجه و در شرق ولایت ناحیه مرغاب همگی 8 درجه گرم است. برنامه را با خبرها از تاجیکستان آغاز میکنیم. شرکت برق تاجیک بیش از 800 کارمندش را از حساب ناظران برق که عادتاً در آخر ماه برای حساب و کتاب و جمع آوری پول استفاده برق در ساکنان را میکوبند از وظیفه آزاد نموده است. در این نهاد روز 18 اپریل به رادیو آزادی گفتند برکناری ناظران با سبب‌های گوناگون از جمله بی‌مسئولیتی در اجرای کارها، نداشتن معلومات تکنیکی، معامله سرد با مشتریان صورت گرفته است. با اطلاع منبع این گروه کارمندان در پی گذراندن اتستاسیا در برق تاجیک از کار آزاد شدند و به جای آنها ناظران کسبی با مسئولیت و خوش معامله به کار جلب شدند. مسئولان برق تاجیک اقرار می‌شوند که در دزدی و تلفات نیروی برق در برابر بعضی مشتریان کارمندان این ساحه از جمله ناظران برق نیز سهم داشتند. بر اساس معلومات‌های این نهاد تنها در سال گذشته 2018 بیش از 1 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تلف شده است. برای کاهش تلفات با سرعت نیروی برق از بین بردن استفاده غیر قانونی و دزدی آن، شرکت برق تاجیک چند سال باز تلاش دارد به نظام بیلینگی یعنی پرداخت طریق کارت‌های الکترونیک گذارد و با تطبیق پوره این نظام نیاز به کارمندان و یا ناظران برق دیگر باقی نمیماند. دادگاه حربی دوشنبه دو سرباز نیروهای مرزبانی تاجیکستان را به زندان محکوم کرد. مصطفی غفاروف و عبدالسمیع حمیدوف به لطوکوب، نمایش قوت و برآمدن از حد وکالت‌های خدمتی گناهکار شدند. حکم دادگاه 17 اپریل نشر شد و بنابر آن دو سرباز نیروهای مرزبانی از 1.5 تا 2.5 سال از آزادی محروم شدند. در دادگاه نظامی شهر دوشنبه گفتند مصطفی غفاروف و عبدالسمیع حمیدوف در ماه دکبر سال گذشته سربازان امرالدین عزیزوف، قابلجان کمالوف و مقیم خوجه سید اکرامزاده را به سر و رو و گردنشان زده از آن منظره خوشحالی کردند. در حکم دادگاه گفته می شود به سرباز قطاری سنگین مراد امام علیف امر دادند که قسم چپی دهانش را پر از هوا کند. این حالت را کهنه سربازان هاپ نامیدند. وقتی به قسم چپی دهان نامبرده ضربه زدن پرده گوشش دریده است. مقامات میگویند جبردیده ها همگی چند ماه پیش به خدمت رفته بودند. از جمله قابلجان کمالوف تیر ماه سال گذشته با خواهش خود به صف ارتش پیوسته است. یک نفر آگاه از قضیه به رادیو آزادی گفت متهمان در دادگاه به بیگناهی خود پافشاری کردند، اما نوار دوربین های نظارتی لحظه های بدرفتاری را ثبت کرده است. بدرفتاری یکی از مشکلی جدی در صف نیروهای مسلح تاجیکستان باقی میماند، هرچند وزارت دفاع میگوید برای جلوگیری از این ظهورات همه کار را انجام میدهد. کمیته ضد شکنجه سازمان ملل متحد نیز از حکومت تاجیکستان خواسته است بدرفتاری و شکنجه و مناسبت دغلانه در صف نیروهای مسلح را ریشه‌کند کند. بدرفتاری در صف نیروهای مسلح و آزار سربازان یکی از عامل‌های پرهیز جوانان از خدمت در صف ارتشی تاجیکستان گفته می شود. دادگاه شهر دوشنبه به بررسی دوباره بحث میان دادستانی کلی تاجیکستان و یک گروه از مالکان بینای آغاز کرد که از جانب نزدیکان محیدین کبیری رهبری حزبی حالا در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی ساخته شده است. دادستانی کل طلب دارد که بیش از 20 خانه و مغازه در شهر دوشنبه در دایره پرونده کبیری به فایده دولت مصادره شود. ساکنان خانه ها میگویند که به این کار راضی نیستند، زیرا 9 سال قبل در این بنا زندگی دارند و مبلغش را هم به نزدیکان کبیری در زمانش پرداخته بودند. بحثی صاحبان بیش از 20 خانه و 2 تالار سودا در کوچه های به نام عینی و احمدی دانش از سال گذشته به این جانب ادامه دارد. این مسئله روز 18 اپریل در دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه بررسی شد. دادگاه عالی تاجیکستان کبیری را با اتهام‌های گوناگون از جمله
تروریسم در غیبش به زندان محکوم کرد. مصادره مال و ملک او هم در دایره حکم دادگاه صورت میگیرد. بحث مالکیت هم از آنجا سر زد و دادستانی کل حالا میخواهد خانه ها و تالار سودای مربوط به محیدین کبیری و فرزندان او به فایده دولت مصادره شود. با باوری مسئولان دادستانی کل، محیدین کبیری و نزدیکان او این اموال را به نام دیگران ثبت کردند. ماه نوامبر سال گذشته دادگاه ناحیه شاه منصور پایتخت طلب دادستانی را قسما قانع و یک قسم این منزل ها را دولتی اعلان کرد. از جمله بیش از 20 خانه و چند مغازه در پایتخت به فایده دولت مصادره شد، اما صاحبان این منزل و مغازه ها به قرار دادگاه راضی نیستند و از آن به دادگاه شهر دوشنبه شکایت بردند. صاحبان خانه هایی که ممکن است دولتی شود خود را قربانی قضیه کبیری به مقامات می‌دانند. آنها میگویند زمان از نزدیکان کبیری منزل خریدند که آنها در تاجیکستان آن زمان کار میکردند و نباید برای بحث‌های رهبر نهضت با مقامات آنها منزل‌های خود را از دست بدهند. محیدین کبیری میگوید اموالی که دادستانی میخواهد به نفع دولت مصادره کند به او و فرزندانش تعلق ندارد. بیننده ارجمند، شما نوید بامدادی را تماشا دارید و حالا رو می‌آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. دیروز گزارش دادستان خاص آمریکا رابرت میولر نشر شد که خلاصه های نهادهای اکتشافی ایالات متحده آمریکا در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 را تصدیق کرد. میولر کوشش های دونالد ترامپ به دخالت و به پایه نمودن تحقیقات را تاکید نموده، ولی در عین زمان خلاصه کرده است که پرزیدنت آمریکا با منصبداران روسیه سازش پنهانی نداشته است. گزارش میولر در شکل تحریر شده انتشار شد. در این گزارش همچنان نکته‌های ذکر شدند که بر پایه آنها ترامپ و متفقانش با بعض مشکل‌های حقوقی روبرو هستند. دونالد ترامپ هم تصدیق کرد که نه با منصبداران روس سازش داشته است و نه خلاف قانون عمل کرده است. با گفته پرزیدنت ایالات متحده آمریکا، چنین حادثه نباید با یگان رئیس جمهور دیگر آمریکا روی بدهد. صرف نظر از آن که در گزارش شهادت عملی جنایی به نظر نمی رسد، احتمال دعوت‌ها برای برکنار نمودن ترامپ در کنگره صدا بدهد. مجلس نمایندگان پلاتای پایانی کنگره ایالات متحده آمریکا زیر نظارت حزب دموکرات است. فعالان حزب دموکرات در کنگره میگویند رفتار ناجا، فاسدکارانه و غیر اخلاقی پرزیدنت که هدف از آن مانع گذاری به تحقیقات بوده است باید از طرف کنگره بررسی شود. بیننده ارجمند، اینجا رو میاریم باز به خبرها از تاجیکستان. دادستانی کلی تاجیکستان میگوید جنایت‌های به قول مقامات دارای خصوصیت‌های تروریستی و اکستریمیستی در سال 2018 به طور چشمگیر و تقریبا 30% کم شدند. در این باره خود دادستان کل یوسف رحمان در حضور وکیلان مجلس ملی گزارش داد. او گفت در نتیجه کارهای ترغیباتی و تشویقاتی سطح جنایت‌های خصوصیت اکستریمیستی و تروریستی داشته نسبت به سال 2017 30% کمتر شده است. وزارت کارهای داخلی میگوید سال 2018 در کشور 800 جنایت مربوط به افراطگرایی و تروریسم آشکار شده است که در مقایسه با سال 2017 200 جنایت کمتر است. آنهایی که بازداشت شدند با پیروی به جریان سلفیه و عضویت در گروهی به نام دولت اسلامی متهم میشوند. عمر جان امام علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی سبب کاهش چنین جنایت‌ها را به بیشتر شدن کارهای ترغیباتی و شکست گروهی تندرو در خاک دولت‌های سوریه و عراق مربوط دانست. او گفت تشویق و ترغیب و پیشنهاد برای عفو پشیمان شده ها تاثیر گذاشت. بعداً شکست خود گروهی تندروی دولت اسلامی هم به تاثیر نبود به این روند، میگوید عمر جان امام علی. از زمان تأسیس گروه داعش در سوریه و عراق در سال 2014 تقریباً 2000 شهروند تاجیکستان به این دو کشور رفته به صف گروه مذکور و دیگر سازمان‌های تروریستی پیوستند. 10 نفر دیگر برای قصد پیوستن به این گروه یا انجام عمل تروریستی با سپارش جنگجویان از خاک سوریه و عراق بازداشت و زندانی شدند. بیننده ارجمند، نوید بامدادی رادیو آزادی است و من عبدالله اشرف هستم همراه شما. اگر شما خبر و یا ویدیو دارید پس به ما بفرستید، ما تحقیق میکنیم و خبر درست را به شما میرسانیم. تلفن های ما برای شما +420 724 053 959
پلوس 420 724 056 681 است. توسط ایمو، واتساپ و یا وایبر و تلگرام و یا هر واسطه‌ای که خواستید با ما نویسید، تماس گیرید. بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف، پهلوانان نامدار تاجیک از حق شرکت در همه گونه مسابقه هایی که تحت سرپرستی فدراسیون بین‌المللی جودو برگزار می شود به مدت 2 ماه محروم شدند. درباره این تصمیم خود فدراسیون بین‌المللی جودو در یک نامه رسمی پرزیدنت فدراسیون جودوی تاجیکستان نورالله لایقوف را آگاه نموده است. در این نامه ذکر شده است که بهروز خواجه‌زاده و خوشقدم خسروف به علت شرکت در مسابقات قهرمانی جهان عاید به سامبو در سال 2018 به موافقت با فدراسیون بین‌المللی جودو و اجازت آن مجازات شدند. هر دو به مهلت 2 ماه از حق شرکت در همه گونه مسابقه های این فدراسیون همکنون محروم شدند. یادآور می‌شویم بهروز خواجه‌زاده سال 2017 در مسابقات قهرمانی جهان عاید به سامبو در وزن زیر 74 کیلو در شهر سوچی روسیه مدال طلا به دست آورده بود. خوشقدم خسروف باشد سال 2018 در شهر بوخارست رومانیا با مدال طلای مسابقات قهرمانی سامبو در وزن زیر 62 کیلو سرفراز شده است. اینچنین خواجه‌زاده پارسال برنده مدال برنجی قهرمانی سامبوی جهان نیز گردیده است. بیننده ارجمند، در این فرصتی برنامه با درخواست شما قرب سامانی در برابر دیگر اسعار خارجی را یادرس می شویم. بر اساس قرب تعیین کرده بانک ملی امروز $1 به 9 سومانی و 43 درم و 1 یورو به 10 سومانی و 62 درم برابر است. اگر پول روسی کار دارید پس 1000 روبل حداقل با 147 سومانی دو ستاد می شود. اینجا رسیدیم به پایان این نشر نویدی بامدادی. تا نشرهای من بعد ما، خداحافظ.